بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت عزیزانی که ما رو میبینن. مناظره با یکی از پیروان احمد بصری هست به نام آقای رضایی در موضوع حاکمیت احمد بصری و حاکمیت غیر معصوم. همونطور که خودشون خواستن مناظره قرار شد 10 صبح باشه، اما الان 10:22 است و ایشون هنوز حاضر نشدن سر موعد. حالا این بدقولیا شاید طبیعی باشه. به هر حال ما همون ساعت 10 حاضر بودیم، اما ایشون هنوز حضور ندارم. من از ساعت 10 منتظرتون بودم، اما 35 دقیقه است که شما حاضر نشده بودید. بدقولی از طرف ما نبوده، فقط دوستانی که مشاهده میکنن اطلاع داشته باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد علی المهدی و سلم تسلیما. انشالله که کیفیت اینترنت هم خوب باشه، مخاطبین اذیت نشه. ببینید بزرگوار، من اول به شما عرض کردم که من در مورد چه موضوعی با شما صحبت میکنم؟ در مورد حاکمیت خدا. اولین چیزی که ما باید درش به یک فهم مشترکی برسیم حاکمیت خداست که خب این جامعه انسانی که ما داریم توش زندگی میکنیم و یا جامعه اسلامی، این نیازه به حاکم داره. این امر بدیهیه، بدون حاکم نمیشه زندگی کرد. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، حاکم رو باید در واقع بهترین انسان باشه، بهترین گزینه رو باید بذاریم حاکم. اصلح باید به مردم حکومت بکنه. خب یعنی چی؟ یعنی ما قبول نداریم که هر کسی قدرت دستش افتاد و هر کسی کار رو به دست گرفت اون حاکم باشه. کما اینکه اهل سنتی همچین اعتقادی دارن، میگن هر کسی با شورا اومد، با زور اومد، با ارث اومد، با کودتا اومد، این رو باید ازش اطاعت کرد. خب و شیعیان هم شبه این عقیده اشتباه رو پیدا کردن. مثلا زیدیه گفتن که هر کسی جلو افتاد، سلاح بلند کرد، قیام کرد، این امامه. این تفکر زیدی شبیه تفکر در واقع اهل سنته. و شیعیان اثناعشری متاسفانه در آخر زمان اومدن مثل اینکه خسته شدن از عقیده حاکمیت خدا و انتظار امام مهدی و اومدن خودشون دست به کار شدن و گفتن آقا هر کسی در شورا انتخاب شد همون میشه حاکم. خب و خب این یعنی از حاکمیت خدا دست کشیدن، یعنی از اصل اساسی تشیع دست کشیدن. و این متاسفانه شیعیان 12 امامی هم دچارش شدن. و در حالی که من به شما گفتم مقدمه اول جامعه انسانی به حاکم نیاز داره، مقدمه دوم حاکم باید اصلح باشه، مقدمه سوم اصلح رو فقط خدا میشناسه. چرا اصلح رو خدا میشناسد و نه شورا؟ چون که خدا از دلهای افراد با خبر، از درون سینه های افراد با خبر. خدا آیندهشون رو میبینه، گذشتهشون رو میبینه و علمی داره که ما بقیه مردم ندارن. پس خدا حق داره که حاکم رو تعیین کنه. چرا؟ چون خدا اصلح رو میشناسد. و وقتی میگیم که حق تعیین حاکم فقط در اختیار خداست، یعنی خودش هم باید معرفی بکنه. یعنی اگر ما پذیرفتیم یک دقیقه وقت دارید. بله، اگر ما بپذیریم که تنصیب به دست خداست، یعنی که در واقع معرفی کردن هم به دست خداست. حاکمی که خدا تعیین کرده رو چگونه میشود شناخت؟ با هم معرفی الهی و نص الهی، یعنی تنصیص هم باز به دست خداست. خب الان سوال من از شما اینه که بفرمایید آیا قبول دارید که حاکم جامعه باید اصلح باشه؟ و آیا قبول دارید که اصلح رو فقط خدا میشناسه؟ دو تا سوال ساده. قبول دارید که حاکم باید اصلح باشه؟ قبول دارید اصلح رو فقط خدا میشناسه؟ بفرمایید. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. لطفاً 4 دقیقه منو ممنونم. خب عرض خدا قوت دارم خدمت عزیزان. فقط بی زحمت کامنتار رو ببندید، چون روی تصویر من میافتن. کامنتار رو ببندید بعد از مناظره باز بشن. خیلی ممنون. خب جناب عالی، بنده زیاد شما رو دنبال نکردم، فقط چند کلیپ دیدم.
و شما حرف‌هایی رو میزنید و به قول خودتون به یمانیون نسبت میدید که اینو خود یمانیون هم قبول نداره. یعنی حرفایی که شما میزنید رو خود یمانیون هم، یعنی حرفاتون گردن نمیگیرن. اینو از اول یعنی لازمه بگیم، چون حرفای خاصی داری شما واقعا. سوال من از شما، خب اولا مشخصه که اصلح باید حکومت بکنه، مگه در این شکی هست؟ اما اصلح کیه؟ حالا شما از عنوانی که انتخاب کردی حاکمیت غیر خدا، منظور شما فقها هست، درسته؟ هر کسی غیر از خدا. خیلی خوب. نه، منظور خاص شما فقها هستن دیگه. خب بنابر اعتراف صریح احمد بصری، خودش گفته که فقها نایب خاصن، ببخشید نایب هستن و الان باید حکومت بکنن به قول شما. و حاکمیت خدا و حاکمیت امامان همون حاکمیت ولایت فقیهه. این رو چی میگید؟ شما اصلا کتابای امامتون رو خوندید؟ من یه نمونه واسه شما مثال بزنم. در کتاب سرگردان، انشالله این کتاب رو خونده باشی، صفحه 48 نوشته احمد بصری: از امام علیه السلام و اجداد ایشان برخی روایات آمده که از آن این چنین استنباط می شود: رهبری امت اسلامی دینی و دنیا کسانی هستند که روایت الحدیث را نقل می کند. و برخی تفسیر کردند که روایت الحدیث خود فقهای عادل در زمان غیبت ایشان هستند. خب الان زمان غیبت امام هست و فقهای عادل راوی حدیث هستن، مشکلش چیه؟ به نظر من شما به حرف امامتون گوش بدید، یا زیر سایه فقهای عادل، اشکالش چیه؟ این اولا. ادامه حرفاش هم بخونم، خیلی جالبه واسه شما احتمالا. او آمد دستورهای امام زمان را برای مؤمنان منتقل کند که فقهای عادل. طاعت و یاری ایشان حتی بر فقها واجب می شود اگه فرستاده امام اومد، ولی در زمان که فرستاده امام نیومده نه، به اقوال فقها عمل می کنید. ولایت مجتهدین واجد و شرایط بر فتوا خود قسمتی از ولایت امام است. خب یعنی در زمانی که امام یا به قول خودش حالا فرستاده امام وجود نداشته باشه، دست فقهای عادل تمام امور، ولایت دست فقهای عادله. خب حالا شما برای ما ثابت کنید که امام وجود داره. امام یعنی بین ماست، حاضره، یا فرستاده امامی وجود داره که ما زیر سایه ایشون باشیم. اگه امام 13 در کار باشه، خب ما خود به خود زیر سایه فقها نمیریم. نیابت چه خاصه چه عامه تموم میشه و ما ایمان میاریم به امام 13. پس شما باید امام 13 رو برای ما ثابت بکنید و هی نگید فقها ولایت ندارن، حاکمیت ندارن به قولشون. نه، به اعتراف خود احمد بصری در غیبت امام فقیه ولایت داره و ولایتش ولایت امامه. این حرف خود امامته، میتونی بخونید کتاب سرگردان صفحه 48 49 و 50. این 3 صفحه رو بخون، بد نیست. بفرمایید، وقت من تموم شد. ببین بزرگوار، کتاب سرگردانی رو سید احمد الحسن چه زمان نوشته؟ وقتی که ایشون از جانب امام مهدی فرستاده میشه به سمت حوزه نجف و بدون اینکه ایشون بخواد اونجا دعوت بکنه به عنوان یک فرستاده امام مهدی و دعوت یمانی رو بخواد مطرح بکنه، داره زمینه سازی میکنه. یعنی 3 سال ایشون توی حوزه علمیه بود، اما عقیده خودش رو به صورت واضح، یعنی بحث دعوت یمانی، بحث مهدیین رو مطرح نمی‌کرد. و کتاب سرگردانی برای اینه که عقاید طلاب به حوزه علمیه رو اصلاح بکنه. خب یعنی ایشون اونجا آمده حالا بدون اینکه بخواد علنی حرفش رو بزنه، یه سری مسائلی رو اصلاح بکنه. خب این که برم بخونن یه بخشش که میاد در مورد اسلام، سیاست و حکومت صحبت میکنه، به غیبت که میرسه میگه که چنین برداشت شده. خب بعضی چنین تفسیر کردند. خب یعنی ایشون از جانب خودش نمیگه که
فقها در زمان غیبت حق حکومت دارند که برخی تفسیر کرده اند و چنین برداشت می شود. شما باید به این عبارات دقت کنید. برخی چنین تفسیر کردن که راویان حدیث کیان؟ فقها در زمان غیبت. و بعد مثلا در صفحه 74 میگه در کتاب ذخیرة الصالحین آقای شیخ عبدالکریم زنجانی صفحه 79 آمده است که از اینجا به بعد 2 صفحه فقط داره حرفای آقای زنجانی رو نقل میکنه بدون که خودش نظری بده، رد کنه یا قبول کنه. خب بعد میفرماید در کتاب تهذیب الاصول من الزوائد و الفضول آقای سید عبدالعلی سبزواری صفحه 128 آمده. بعد اینجا باز کلام اون عالم رو میاره بدون اینکه بخواد رد کنه یا قبول بکنه. اما میاد یک قیدی میزنه، یک شرط تعیین میکنه، میگه که اگر نائب خاص نباشد نائب عام حق داره که در واقع مثلا فقها حق دارن حکومت بکنه. اگر نائب خاص نباشه، خب ایشون بعداً در تدریس اکمال دینش اومد گفت که آقا در طول این 1200 سال غیبت، در طول این 12 قرن غیبت نائب خاص بوده، سفرای امام مهدی بودن و در طول زمان غیبت سفرای امام مهدی بودن. در نتیجه هیچ وقت نوبت به در واقع فقها نمیرسه برای حکومت یک دقیقه مثل وقت اینه که شما بگی که مثل اینه که یک نفر بیاد بگه که اگر زمین از حجت خدا خالی شد شورا و سقیفه حق داره که حکومت بکنه، شورا حق داره که حاکم تعیین بکنه. اگر زمین از حجت خدا خالی شد، اما میدونیم که هیچ وقت خالی نشده، زمین از حجت خدا هیچ وقت خالی نشد. در طول این 12 قرن هم همیشه سفرای امام مهدی بودن، ولو اینکه ساکت بودن، ولو اینکه به خاطر اینکه مردم حرف اونا نمیپذیرفتن اینا دعوتشون علنی نمیکردن. بفرمایید. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجیبه. اولا 3 سال در حوزه علمیه بوده، چرا ولایت فقیه رو تایید میکنه؟ باید یه جوری سایه ولایت فقیه رو کم بکنه که بره سمت نایب امام. این اولا. بعد اگه سفیری وجود داشته باشه واسه امام در طول این 12 قرنی که امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه شریف غیبت داشتن، خب چرا ولایت فقیه رو تایید میکنه؟ میگه اگر فرستاده نبود فقیه که واجد الشرایطه باید این آقا حاکمیت بکنه، ولایت دست اینه. خب چرا واسه سفیر ترویج نمیکنی به جاش؟ این خیلی حرفتون عجیبه. در طول 12 قرن سفرا وجود داشت، اینو از کجای کتابا در آوردید؟ میشه یه روایت بیاری که 12 قرن سفیر وجود داشته باشه واسه امام؟ عجیبه. این با توقیع صریح امام عصر به آخرین نایب خاصشون تعارض دقیق داره. من میخونم واسه شما. توقیع سماری در آخرین نامهشون به سماری چی گفتن؟ فقط اینو گوش بدید. فجمع امرک، بهش گفت که جناب عالی 6 روز دیگه از این دنیا میری، آخرین نایب خاص من. فجمع امرک ولا توصی الی احد یقوم مقامک، و به هیچ کس بعد از خودت وصیت نکن که مقامتو به پا بداره. عجیبه، اینو از کجا آوردی؟ میشه یک روایت بیاری که ما در طول این 12 قرن سفیر داشتیم؟ این به کنار، اسم یکی از سفیرها رو به من بگو. الان اسم یکی از سفرها رو در این میشه همین الان بگی؟ واقعا اسم داری؟ میگم اونا مأمور به دعوت نبودن، صامت. پس برای چی فرستاده اگه مأمور به دعوت نبودن؟ اگه صامت بودن شما از کجا فهمیدی که نایبه؟ پس از کجا فهمیدی سفیره؟ اون که مأمور به سکوت بوده. جناب عالی از کجا فهمیدی سفیره؟ یه اسمی نشون روایت بیار واسه ما. کشکی که نمیشه. 12 قرن سفیر وجود داشته ما خبر نداشتیم، برای چی اینا رو فرستاده هستن؟ واقعا عجیبه این حرفاتون. حالا این به کنار، این آقا الان چی فرمود که این آقا 3 سال توی حوزه، میدونید که احمد بصری 2-3 سال توی حوزه علمی درس خونده و خودش گفته من میرم که علوم دینی یاد بگیره. یعنی امام 13 این آقایون
علوم دینی بلد نیست، اومده از آخوندا درس یاد گرفته، علوم دینی یاد گرفته. این به کنار، اینا میگن ولایت فقیه اینا وجود نداره. الان که از حرفای احمد بصری روشن شد، من واسهتون کلام خود امامشون رو بخونم. در بیان العمل بالاحتیاط یک بیانی داشتن. چی گفته؟ در 18 صفر 1425 قمری: ولذا فإني أرشد المسلمين إلى الاحتياط بين فتوى 3 علماء هم السيد روح الله الخميني والسيد محمد باقر الصدر والسيد محمد صادق الصدر في فتواهم. من مسلمانان رو به این ارشاد میکنم که بین فتاوای سید خمینی و دو سید صدر احتیاط بکنن، یعنی از این آقایون تقلید بکنن. یعنی خود امام 13 هیچ حرفی از خودش در فقه نداره. این به کنار بعد از چند سال اومد یک کتاب فقهی نوشت. مثلا اولا این کتاب مال خودش نیست، کتاب شرایع الاسلام محقق هلی هست. ببینید خود احمد بصری کتاب شرایع الاسلام جلد اول توی مقدمش چی میگه؟ میگه این کتاب شرایع الاسلام در مسائل حلال و حرام نوشته دانشمند فاضل و پیرو ناصح محمد ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن است، همون محقق هلیه. این کتاب محقق هلی رو آورده به عنوان فقه، میگه این کتاب درستیه. خب جناب عالی از خودت هیچی نداری، اومدی هم میگه از مراجع تقلید بکنید و کتاب محقق هلی رو آورده. کجای کاری دوست عزیز؟ هر چی گفته از ولایت فقیه از فقها آورده. بفرمایید وقت من تموم شد. مطلب آخر اول جواب بدم. ببین آقای مرعشی نجفی میگه من خب مشرف میشه به محضر امام زمان. ایشون ادعای تشرف داشت. حالا نمیدونم که شما میفرمایید همون توقیه سموری گفته که هر کسی ادعای مشاهده بکنه کذاب. همین توقیه‌ای که شما الان خوندی باید برای من توی وایس بعدی توضیح بدی که آقای مرعشی چجوری ادعای تشرف و مشاهده کرده. به این توقیه باید آقای مرعشی رو هم کذاب بدونید. خب اما آقای مرعشی میگه یکی از مسائلی که امام مهدی به من گفت این بود که از کتاب شرایع الاسلام مرحوم محقق هلی تعریف و تمجید کرد و گفت که تمام مسائلش مطابق با واقع مگر مسائل کمی. خب یعنی این که سید احمد الحسن اومده همون کتاب شرایع الاسلام رو محور قرار داده و اون رو اصلاح کرده کاملا با این مطلبی که آقای مرعشی در واقع نقل میکنه از امام زمان منطبقه. یعنی سید احمد الحسن هم گفته این کتاب بیشتر مسائلش با واقع منطبقه. خب این از موضوع اول. بعد اینکه میگی چه فایده‌ای داشته که امام زمان سفرای رو قرار داده در زمان غیبت؟ فایدهش همون فایده‌ایه که در طول 200-300 سالی که قبل از پیامبر ما بهش میگیم دوران فترت من الرسل. در قرآن میفرماید یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترت من الرسل. پیامبر حضرت محمد بعد از فترتی از رسولان آمده. فترت یعنی فاصله ای از رسولان. خب یعنی در طول این مدت حجت‌های الهی بودن اما ساکت بودن، صامت بودن. چرا باید این حرفا بزنیم؟ چون قرآن میگه فترتی بوده، خلع بوده. فترت یعنی خلع. از اون طرف روایات اهل بیت گفتن که زمین از حجت خدا خالی نمیشوند. پس بودن اما ساکت بودن. کما اینکه سلمان فارسی میگه که من میره ایشون آخرین وصیه عیسی مسیح رو پیدا میکنه و میگه به جز من کسی او را نمیشناخت. یعنی بودن اوصیای عیسی مسیح بودن اما مردم اونها رو نمیشناختن و ساکت بودن. چرا؟ چون مردم از اونها نمیپذیرفتند. پس سفرای امام مهدی در طول این 12 قرن بودند اما چرا ساکت بودن؟ چرا مأمور به دعوت نبودن؟ چون شیعیان و علمای شیعه از اونها نمیپذیرفتن اگر دعوت میکردن. اگر اون سفرا و اون نواب امام زمان می اومدن دعوت میکردن علما از اونها نمیپذیرفتن. مثل همین الان که از سید احمد الحسن نپذیرفتن و میگن تو یک یمانی دروغینی، تکذیب میکنن. خب پس این است. پس علت این که حجت الهی صامت میشه مشکل از مردمه. غیبت
علتش مشکل است شیعه یک و دقیقه علمای دارید. شیعه است. خب الان سوال من از شما اینه چرا در امام زمان هیچ وقت نمیاد برای جمهوری اسلامی یک رهبر تعیین کنه؟ آیا امام زمان نمیتونه بیاد توی خبرگان یا بین علما و مراجع شیعه و براشون بگه که آقا فلانی رهبر شماست، فلانی رو من تعیین کردم، این حاکمه، برید از این اطاعت بکنید؟ خب خیلی سوال واضح و ساده ایه. چرا امام زمان این کار رو نمیکنه؟ مشکل از امام زمانه؟ آیا ما نیاز نداریم به یک حاکمی که امام زمان تعیین کرده باشه؟ ما الان داریم میبینیم که مملکت دوچار ندانمکاری شده. رهبران و سران این مملکت نمیدونن دارن چیکار میکنن، چه از لحاظ اقتصادیش بگیر، چه از لحاظ سیاسی بگیر، چه از لحاظ فرهنگی بگیر. نمیخوام اصلا وارد مسائل سیاسی بشم که الان بحث سوریه رو مثال بزنم، حجاب اجباری رو مثال بزنم، هسته یا مثلا هم داریم میبینیم دیگه. وقتتون تموم شد. وقتتون تموم شد. چرا امام زمان نمیاد تعیین بکنه؟ آقا امام زمان توی غیبته عزیز من، توی غیبته، تعیین نمیکنه فعلا. چون توی غیبته، هر موقع ظهور کردن انشالله خودشون حاکم میشن. نه اولا. دوما آقا شما ادعا دارید که 12 قرن سفرا وجود داشتن. اسم یکی از سفرا رو به من بگو. اسم یکی از سفرا رو به من بگو. یک روایت واسه من بیار که سفیر داشت، مثلا یک سفیر داشتیم توی این 12 قرن. این رو از روایت آوردید، از قرآن آوردید، خواب دیدید؟ واقعا من نمیدونم. بعد اگه آقا اینا صامت بودن، از کجا فهمیدی وجود داشتن؟ من این واسم عجیبه. از کجا فهمیدی این سفرایی وجود داشتن؟ چون اینا صامت بودن، کسی اینا رو نمیشناخته. شما علم غیب داری؟ واقعا اینا رو بیاید به ما جواب بدید. نمیدونم اینا از کجا اومده این حرفا. در مورد توقیع سمری آقای مرعشی من در مورد مشاهده صحبت نکردم. من در مورد این صحبت کردم که پس از سمری نایب خاصی وجود نداشته باشه. چه مشاهده وجود داشته باشه، یعنی ببینن ما چه نه. من کاری ندارم به آقای مرعشی و کاری ندارم به مشاهده. پس از توقیع صریح امام عصر علیه السلام به آخرین نایبشون، فجمع امرک ولا توصی الی احد یقوم مقامک. آقا بعد از تو این مقام دیگه وجود نداره، نیابت خاصه. بعد جناب عالی پا میشی، در طول 12 قرن نایبانی داشتیم، سفرایش هیچ کس نمیشناخته. اولا با کلام صریح امام عصر تعارض داره. دوما نمیدونم شما از کجا فهمیدی که این سفرا وجود داشتن وقتی صامتن، وقتی کسی نمیشناخته. بعد خود احمد الحسن چشه میاد میگه از فقها تقلید بکنید؟ حداقل یا خودت صامت میشدی باز، یا خودت صامت میشدی، یا به سفرا میگفتی از سفرا پیروی بکنید. چه کاری بیاد بگه از سید خمینی و 2 سید صدر تقلید بکنید؟ من یه بار دیگه اینو بخونم. بیان براءت سال 1425 قمری احمد بصری میگه ولذا فإني أرشد المسلمین الى احتیاط بین فتاوی 3 علما. بین فتاوای 3 عالم احتیاط میدم، میگم از این 3 تا تقلید بکنید. سید خمینی، سید محمد باقر صدر و سید محمد باقر صدر و سید محمد صادق صدر، از اینا تقلید بکنید. خب اگه خودت فقه بلدی که از خودت تقلید بکنن مردم. اگه سفیر وجود داره خب از سفیر تقلید بکنن. واقعا حرفاتون عجیبه. این بکنار. الان تشریع دست کیه جناب آقای رضایی؟ تشریع دست کیه؟ میشه جواب بدی از وقت من؟ دست حجت امام مهدی سید احمد الحسن. خیلی خوب. یعنی ایشون امام 13 هم هستن؟ درسته دیگه؟ امام 13 هم هستن؟ امام 13 هم هست دیگه؟ بعد از امام زمان وصی 13 نه امام 13 هم هست. الان واسطون میخونم از خود حرفای احمد الحسن و علی السلام واسطون میخونم که میگه 13 همی از 24 امام هست. حالا کاری ندارم، مهم اینه که حجت 13 همه، یعنی حجت پس از امام مهدی. در کتاب گوساله، یک کتابی داره به نام گوساله آقای احمد بصری، میگه بر مسلمانان واجب است که به جانشینان 12 گانه حضرت محمد ایمان داشته باشد و تمامی اخبار صحیحی که از ایشان رسیده است را پذیرا باشند.
بر شما واجبه که به 12 امام ایمان بیاری. همچنین مسلمان باید ایمان داشته باشد که جانشین 12 مجوسی حضرت محمد امام محمد بن الحسن عسکری. 12 وصی داریم، 12مین حضرت مهدی هستن. من وقتم تموم شد، فقط چند ثانیه. آخر حرفش چی میگه؟ و هر کس غیر از آن معصومان، یعنی 12 معصوم که از سوی خداوند سخن میگویند، از جانب خود تشریعی وضع یا تغییری ایجاد کند یا نسخی آورد یا زیادتی در شریعت انجام بده، نسخ بیاره، تشریع بکنه، چیزی بگه، در واقع مدعی است که او خداوندگار است و خلایق باید او را بپرستن. الان احمد بصری ادعای تشریع داره و ناسخ و منسوخ رو تعیین میکنه، پس او طبق قول خودش ادعای خداوندی داره و واقعا ثابت میکنم که شما احمد بصری رو میپرستید، نه تنها اون رو امام دارید. بفرمایید. ببین اصلا من اولین شرطم این بود که سراغ مسائل حاشیه‌ای نری. خب سراغ مسائل حاشیه‌ای نری، شاخه به شاخه نشی. من به شما گفتم اول باید به این جنبندی برسیم که حاکم جامعه باید کی باشه. حاکم رو باید خدا تعیین بکنه یا غیر خدا؟ تموم شد و رفت. یک کلام بگو، آیا حاکم رو فقط خدا باید تعیین کنه یا غیر خدا هم میتونه حاکم رو تعیین بکنه؟ اگر پذیرفتی که حاکم رو فقط خدا تعیین میکنه، باید اقرار بکنی که شورا حق نداره حاکم تعیین بکنه. چه شورای سقیفه، چه شورای خبرگان، چه شورای علمای نمیدونم که طالبان، چه شورای کلیسای کاتولیک، چه شورای خبرگان، کسی حق نداره حاکم تعیین بکنه. عزیزم اینا قبول داری بپذیری؟ قبول داری که حاکم جامعه رو فقط خدا باید تعیین بکنه؟ من جواب بدم الان؟ تا این مسئله رو برای من شاید تو تایم خودت جواب. این مسئله رو شما قبول نکنی، سر هیچ موضوع دیگه نمیریم. خب چون این ریشه است. اول باید بپذیری که حاکم رو فقط خدا باید تعیین کنه. بعد سر این صحبت میکنیم که حاکم رو در واقع چطور میشه شناخت حاکمی که خدا تعیین کرده؟ قانون معرفت حجت چیه؟ چگونه میشه اون کسی که میگه من رو خدا تعیین کرده بشناسیم ببینیم راست میگه یا دروغ میگه؟ خب این موضوع دوم. موضوع سوم میریم در مورد سید احمد الحسن صحبت میکنیم. خب اصلا ما توی این جلسه در مورد سید احمد الحسن هیچ صحبتی نداریم. خب در مورد سید احمد الحسن صحبتی نداریم، اما وارد مسائل حاشیه‌ای شدی. خب من نمیخوام شما 10 تا شبهه تو تایم خودت مطرح کنی، منم تو تایم خودم 10 تا شبهه مطرح بکنم. یک سوال ازت پرسیدم، آیا تو شیعه‌ای؟ آیا شیعه امام زمانی؟ چرا امام زمان غائبه؟ میگه غائبه. میگم چرا برای شیعیان رهبر تعیین نمیکنه؟ خب چرا تعیین نمیکنه؟ اصلا چرا غائبه؟ شما میگی غائبه، من میگم چرا غائبه؟ چرا نمیاد در جمع علما و خبرگان و مراجع بگه آقا فلانی حاکم فلانی رو من تعیین میکنم؟ آیا امام زمان بهتر میتونه حاکم تعیین بکنه یا شورای خبرگان؟ آیا شورای خبرگان اندازه امام زمان علم داره؟ آیا امام زمان درون افراد رو میبینه؟ آیا خدا درون افراد رو میبینه یا شورای خبرگان؟ خب اگر امام زمان میبینه، چرا امام زمان نمیاد؟ یعنی ببین، اگر بگیم علم امام زمان 10 برابر شورای خبرگانی که خیلی بیشتر از این حرفاست، یعنی اون انتخاب امام زمان 10 برابر بهتر از انتخاب خبرگانه. خب چرا امام زمان نمیاد این یک نفر رو برای ما تعیین بکنه که از این گرفتاری‌ها و مشکلات و منجلاب و این مملکتمون هم مشکلات داره نجات پیدا بکنه؟ یه دقیقه داری. چرا امام زمان نمیاد تعیین بکنه؟ یا باید بگیم امام زمان بی‌اعتناست نسبت به شیعیان، براش مهم نیست که شیعیان در چه وضعیتی ان، خب و مشکلات شیعیان اصلا براش مهم نیست. یا باید بگیم امام زمان میخواد بیاد تعیین بکنه اما علما و مراجع از اون نخواهند پذیرفت و خبرگان و علما و مراجع ممکنه بهش بگن تو مدعی دروغینی، تو مهدی نیستی، تو یک کذابی. خب و به همین دلیل از امام زمان نپذیرن و به خاطر همین امام زمان نمیاد براشون یک کسی رو تعیین بکنه. یعنی یا باید بگیم مشکل از امام زمان کوتاهی داره میکنه، یا باید بگیم مشکل از علما و خبرگان و شیعیان. اینو جواب منو بده، چرا امام زمان نمیاد شیعیان را از حیرت و سرگردانی نجات بده؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا امام زمان نمیاد
سپرده به مجلس خبرگان و اینا، چون احمد بصری امامت میگه که ولایت فقیه اصل امامت، سپرده به ولایت فقیه. این اولا. دوما شما، من یک کلیپ از شما پخش بکنم، من این رو ما یمانیون، ما پیروان سید احمد الحسن میگیم امام زمان علیه السلام در طول این 12 قرن غیبت نمایندگانی رو تعیین کرده بود، ولی چون مردم اونا رو نمیخواستن و به جای حاکم معصوم از سلطنت، از دموکراسی، از ولایت فقیه اطاعت میکردن، اون نمایندگان امام زمان مأمور نبودن که دعوت علنی بکنن، یعنی صامت و ساکت بودن. خب عجیبه. ایشون میگن که ما یمانیون میگیم که امام مهدی در طول 12 قرن سفرایی رو تعیین کردن. من الان پارت سوم یا چهارم دارم صحبت میکنم، میگم اسم یکی از این سفرا رو به من بگو و اگر اینا صامت و توی نمیدونم وضعیت سری بودن، جناب عالی از کجا فهمیدی که سفرایی وجود داشتن تا الان جواب ندادی؟ گفتی حاشیه. من کلام امامت رو واسط خوندم در مورد حاکمیت، در مورد تشریع خود بحثه. امامت احمد بصری میگه هر کس بیاد بگه من حجت 13 هستم، ادعای خداوندی کرده و داره میگه بیاید منو بپرستید. خب این آقا ادعا کرده که امام 13 حجت 13 و شما دارید اون رو میپرستید. الان هم دلیلش رو واسط میارم، ادعای امامت احمد بصری. بفرما کتاب المتشابهات الجزء الرابع، متشابهات نسخه عربیش جلد 4 صفحه 73. لأن المهدی الاول من المهدیین، مهدی اول از مهدیین، لأن المهدی الاول من المهدیین، میگه مهدی اول جزء مهدیین هست، و ایضا یعد من الائمه، این هم مهدی هم امامه. بفرما در کتاب باز متشابهات باز جزء 4، و بهذا يكون اليمانی اسمه احمد و من البصره، یمانی اسمش احمد و از بصره است، و هو امام مفترض الطاعت من الله. خب میذاریم در کنار این که میگه و هو امام مفترض الطاعت من الله، در کنار این حرف و هر کس غیر از آن معصومانی، همون 12 امامی که تازه گفت، که از سوی خداوند سخن میگویند، از جانب خود تشریعی وضع یا تغییری ایجاد بکند یا نسخی آورد یا زیادتی در شریعت انجام دهد. احمد بصری همه اینا رو آورده، چون متشابهات رو به قول خودش حل کرده، ناسخ و منسوخ رو نمیدونم تعیین کرده، تفسیر آورده. پس ایشون تشریع داره و امام 13 هست و حجت 13 هست. در واقع مدعی است که او خداوندگار است و خلایق باید او را بپرستند. شما روزانه داری واسه احمد بصری سجده میکنی، هرچند در گفتار به چنین چیزی تصریح نکرده باشه. اگه تصریح نکنه او ادعای خداوندی کرده. خواهش میکنم جواب این سوال ما رو بده. شما ادعا داری که 12 قرن سفیر داشتی، پس چرا ما خبر نداشتیم؟ اسم یکی از این سفرا رو نقدی به من همین الان اگه میشه بگو واقعا. بعد از شما از کجا فهمیدی که سفرایی وجود داشتن در حالی که آقا اینا صامت بودن، مردم اینا رو نمیشناختن؟ بعد احمد بصری چرا میگه از سید خمینی و دو سید صدر تقلید بکنید؟ آقا امام سفیر مگه نداره؟ برای چی بریم از مراجع تقلید بکنیم؟ واقعا عجیبه. چرا اگر این مراجع گمراهن، چرا احمد بصری ما رو دستور به گمراهی میده؟ مگه خودش سفیر نیست به قول خودش؟ مگه امام سفیر نداره؟ آقا وقت من تموم شد، بفرمایید. به بزرگوار، این که در از کجا اول اینو بگم که شما به هیچ کدوم از سوالات من جواب ندادی بزرگوار. من از اول گفتم من نمیخوام شما سراغ حواشی بری. خب سراغ حواشی بری 1000 تا مسئله من میتونم وارد کنم، 1000 تا شبهه شما میتونی 1000 تا شبهه وارد کنی، آخر به نتیجه نرسی. باید بریم سراغ اصل. یعنی ما با سنی‌ها و وهابی‌ها هم که مناظره میکنیم دقیقا همین مشکل داریم. روششون دقیقا روش شماست. چرا؟ چون میرن سراغ حواشی و ما سعی میکنیم اونا رو ببریم سراغ اصول. تو جاده اصلی اونا میرن تو جاده فاک. ببین اصلا من ازت سوال پرسیدم، قبول داری حاکم رو باید خدا تعیین کنه یا نه؟ قبول داری که بهترین انسان برای حکومت کردن رو فقط خدا میشناسه یا نه؟ اگه اینو بپذیری باید به
فقط رد کنی. اگه اینو بپذیری باید دموکراسی رد کنی. حاضر نیستی مطلب این سادگی رو بپذیری. خب من میگم حاکم رو باید خدا تعیین کنه، چون خدا بهترین انسان رو میشناسه. مطلب ساده، عقلانی، بدیهی رو میتونی بهش اقرار بکنی یا نه؟ شما میگی باید شورا تعیین بکنه. خب این چه تفاوتی با حرف اهل سنت داره؟ خب اونا رفتن شورا تشکیل دادن، حاکم تعیین کردن دیگه. خب فرق شما با اونا چیه؟ بعد گفتی که امام زمان غایب شده. من گفتم چرا غایب شد؟ اصلا فلسفه غیبت چی؟ بابا خود علما تو کتاباشون نوشتن غیبت و منا عدم و منا، از مشکل از ماست. یا باید بگیم امام زمان نمیآید برای جمهوری اسلامی حاکم تعیین کند، چون اصلا براش مهم نیست که این مردم 80 میلیون شیعه تو این مملکت چه وضعیتی دارن. مفلوک به شاخص فلاکتمون مثلا بشه دوم دنیا، از لحاظ فلاکت اقتصادی نمونه بشیم تو دنیا، اصلا امام زمان براش مهم نیست. خب یا باید بگیم امام زمان میخواد کسی رو برای رهبری این حکومت تعیین بکنه، اما از اون نخواهند پذیرفت. از اون نمیپذیرن، میگن تو کذابی، تو مدعی دروغی. کی گفته تو امام زمان؟ خب تکذیبش میکنن. پس باید بگیم یا مشکل از امام زمانه یا مشکل از کفرگان و علمای شیعه است. خب این مطلب برای من جواب بده. اصلا به این مطلب هیچ احتمامی نداشت که جواب بدی، هیچ ورود نکردی، یه 30 ثانیه جواب این مطلب رو ندادی. من سوال اصلی من این بود. خب بعد میگی که اگه اسمشون رو بلد نیستیم، بله سفرایی بودن، منم اسمشون رو بلد نیستم، شایدم بلد باشم دوست ندارم به شما بگم. خب ولی دلیل بر این که اونها هستن چیه؟ آیه اکمال دین. خدا میفرماید که من دین را برای شما کامل کردم. دین کامله. که قرآن میگه دین کامله یعنی چی؟ 1 دقیقه دارید. که میگه دین کامله یعنی اینکه ناقص نیست که مجتهدین بشینن با زن و کمان اون نقصش رو پر بکنن. دین کامله یعنی یه نفر اونجا نشسته، یه نفر هست که من ازش سوال بپرسم. من الان سوال جدید فقهی برام پیش اومده، از کی باید بپرسم؟ همیشه باید یک نفر روی کره زمین باشه که از او برم بپرسم. خب اصلا فرض کن سفرایی هم نبودن. خب حالا خود امام مهدی هست یا نه؟ هر موقع شیعیان حاضر بودن حرف امام مهدی رو گوش بدن و رهبری که او تعیین میکنه و از فرماندهی او اطاعت بکنن و سراغ تواقیت نرن، همون روز امام زمان میومد. اگر 500 سال قبل حاضر میشدن امام زمان میومد، اگر 300 سال قبل حاضر میشدن امام زمان میومد، اگر سال 57 هم شیعیان حاضر میشدن از امام زمان اطاعت کنن امام زمان میومد. وقتتون تموم. بفرمایید. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوال کردید، سوالی که میگید من جوابتون نمیدم. حاکمیت برای خداست، پس باید ولایت فقیه رو رد کنی. به من میگی خب به امامت بگو که ولایت فقیه رو رد بکنه و نگه که ولایت فقیه اصل امامته. این اولا. چه فرقی با حرف اهل سنت داره که میگه شورا؟ حرف احمد بصری چه فرقی با حرف اهل سنت داره که میگه ولایت فقیه و شورا؟ این حرف پس احمد بصری نتیجه میگیریم که یک سنیه از حرف خودش و از حرف شما. بعد شما میگی دلیل بر این که سفرایی وجود داشتن اینه که در طول زمان باید یک کسی باشه که ازش سوال بپرسی، بتونی ازش سوال بپرسی. عزیز من، احمد بصری 25 سال تقریبا 26-7 ساله که ظهور کرده، البته به غیبت رفته. 25 سال پیش جناب عالی از کی سوال میپرسیدی و جوابتو میداد؟ اینو بنویس حتما لطفا، جوابشو بده چون مهمه. 25 سال پیش از کی؟ منم غافل بودم، جاهل بودم. خب نه بحث غفلت و جهالت نیست. آخه کسی نبود قبل احمد بصری که ازش سوال بپرسی. شما میگی سفرا بودن، سفرا که صامت بودن، پس از کی سوال بپرسیم؟ واقعا به این سوال ها چطور؟ اونایی که دنبالش بودن که پیدا بکنن خدا اونها رو خب میشه یک نفر رو واسم معرفی بکنی که به این سفیره رسیده، به این سفیره شناخت داشته، از سفیره سوال پرسی جوابشو
داده. دوست عزیز واقعا اینا چیزاییه که شما باید قبل اینکه بپرسی، قبل اینکه صحبت بکنی بهشون فکر بکنی. شما میگی در تو ببین 12 قرن خیلی حرف بزرگ، خیلی تایم زیادیه. 12 قرن 1200 ساله. وقتی این همه سفیر وجود داشته باید حداقل یه دونش و دو دونش رو میشناختیم. بعد با حرف امام زمان با تو نامه ایشون با آقا به سماری آخرین نایب خاص ایشون بودن، بهش گفته فجمع امرک ولا توصی الی احد یقوم مقامک. آقا بعد از خودت وصیت نکن که پس از دو کسی وجود نداره، وصیت نکن کسی نایب خاص باشه. دیگه نایب خاص نداریم. خب حالا شما یا باید از سماری نامه بیاری که گفته آقا فلانی پاشو نایب خاص باش، یا از خود امام زمان. واقعا این حرف رو از کجا آورد؟ من تعجب میکنم این حرف رو از کجا؟ نمیدونم، مثلا بعضی روایت رو شما میارید توجیهشون میکنید، تعویلشون میکنید، منتها واسه این قضیه حتی روایتی نیست که توجیهش کرده باشید، فقط همینطوری دارید میگید. و من حرفای امامت رو واسط میخونم که میگه ولایت فقیه اصل امامت، میگه حواشیه. بهت میگم احمد بصری ادعای حاکمیت کرده، بعد خودش میگه هر کس ادعای حاکمیت بکنه ادعای خداوندی کرده، میگی حواشیه. من چی واسط بگم که حواشی نباشه؟ کدوم سوالتو جواب ندادم تا الان؟ و کدوم سوال منو جواب دادی؟ میگی شاید اسم سفیر رو بلد باشم ولی نگم. خب چرا به ما هم بگو؟ از کجا فهمیدی اسم اون سفیر رو؟ خودت میگی صامت بوده، از کجا؟ نمیدونم از کجا. اگه صامت بوده از کجا فهمیدی سفیر اصلا؟ اگه صامته واسه چی فرستاده دیگه؟ خب چه سفیریه که صامته؟ چون این سفرهای امام مردم میرفتن پیششون از این سوال میپرسیدن، جواب میدادن به مردم. سفیر که صامت نباشه به درد نمیخوره. واقعا عجیبه. من چی بگم دیگه؟ آقا احمد بصری ادعای امامت داره، بعد خودش میگه هر کس ادعای امامت بکنه این خداست و داره عبادت میشه. انشالله توی جلسات بعد انشالله من مشتاقم که باز با شما بحث بکنم. گفتگوی دوستانه اسمش هم دیگه نمیذاریم مناظره. برای شما ثابت میکنم چیزی که شما نمیدونید که احمد بصری واقعا خداست، ادعای خدایی کرده و شما باید اون رو بپرستید. بفرمایید، تایم من تموم شد. ببخشید کل وقت چقدر شد؟ تقریبا 20 دقیقه دیگه داریم دیگه. هر طور میل با شماست. جواب منو ندادی بزرگوار، بازم جواب ندادی. من از شما یک سوال ساده پرسیدم، چرا امام زمان نمیاد برای جمهوری اسلام رهبر تعیین کنه؟ بابا شیعیان شما ازم فرض کنیم با نگاه مثبت نگاه بکنیم، شیعیان به قول خودشون میگن ما همان زمین سازان موعودیم که در روایات بهشون اشاره شده. خب ما همان انقلابگران مشرقی و خراسانی و اینا هستیم. خب یه همچین حرکت بزرگی کردن، حکومت تشکیل دادن، نمیدونم شهید دادن. امام زمان نمیخواد یه قدم امام زمان برداره؟ اینا این همه حکومت تشکیل دادن، شهید دادن، این همه کار کردن. امام زمان منم یه قدم برداره بیاد یه کلام بگه با فلانی از فلانی اطلاعات. خب اون اصله. خب همین یه جمله امام زمان کار این حکومت رو مثلا 100 پله میندازه جلو. خب به این بحران ها نمیرسیدیم. اگر اون میومد سیاست هایی میگرفت که ما به این وضعیت نمیرسیدیم. حالا من گفتم نمیخوام بحران های اصلا نمیخوام بحث سیاسی بکنم. خب من بحث علمی و عقیدتی میکنم. خب میگم امام زمان چرا این کار رو برای ما انجام نداده؟ چرا یک جمله نیومده امام زمان به این حکومت کمک بکنه؟ خب چرا این کارو نکرده؟ اصلا جوابی بهش ندادی. من تو 2-3 تا وایس قبل دارم همین ازت میپرسم، شما اصلا هیچ جوابی ندادی. خب تنها جوابی که دادی اینه که میگی احمد الحسن گفته ولایت فقیه مثلا مشروعه. خب و چون احمد الحسن گفته حق. خب اصلا فرض کن احمد الحسن اینو گفته باشه و مطلب که میگم نگفته، سید احمد الحسن گفته که چنین برداشت کرده اند، خب چنین برخی چنین تفسیر کرده اند. تو این کتاب سرگردانی سید احمد الحسن داره در مخفی کاری زمینه سازی میکنه. خب نمیخواد مطلب اون عقیده خودش رو بگه، اصلا
تو 3 سال دعوت مخفیانش بوده. خب دعوتش علنی نکرده، عقایدش علنی نکرده. بعد اینجا میگه چی؟ میگه برداشت کردن علما برداشت کردن. بعدم میگه فلانی مثلا در کتاب فلان اینجوری گفته 2 صفحه اونم، بعدم حرف اونو نه تایید میکنه نه رد میکنه. بعدم میگه اگر حتی ولایت فقیهی هم باشه شرطش اینه که نایب خاص نباشه. اما نایب خاص تصویرتون رفت آقای رضایی. آیه اکمال دنیا آمده، اصلا حجت الهی رو نمیشناسه، فقط 1 دقیقه نشسته فکر کرده، 1 ساعت تفکر کرده، به این نتیجه رسیده که باید خدایی وجود داشته باشه و باید این خدا راهنمایانی برای بشر فرستاده باشد. 1 دقیقه وقت. این دلیل عقلیه. خب دلیل عقلی اثبات میکنه که حجت‌های الهی بودن، ولی اینکه اسم یه دونه‌شون هم بلد نباشه. خب دلیل عقلی من که در مورد پادشاهان صحبت نمی‌کنم، در مورد حجت‌های الهی صحبت می‌کنم. حجت الهی وقتی صامته، من چجوری یعنی دعوت نکرده، من بیام اسمش رو به شما مطرح کنم. خب و این است. بازم ازت سوال میکنم که چرا امام زمان در حد 1 جمله به جمهوری اسلامی کمک نمیکنه؟ یا باید بگیم امام زمان مشکل داره، اصلا امام زمانی وجود نداره، یا اگر امام زمان وجود داره اصلا براش مهم نیست شیعیان در چه حالیان، یا باید بگیم که علما و جمهوری اسلامی و خبرگان از اون خواهند پذیرفت و او را تکذیب خواهند کرد. مشکل از این وره، نه از اون ور. تموم شد وقتتون. خیلی ممنون. نقدی جوابتو میدم. چرا امام نمیاد رهبر تعیین کنه واسه ایران؟ چون احمد بصری گفته که یکی از فروع ولایت امام ولایت فقیه واجد شرایط بر فتوا می باشد. اینو صفحه 50 گفته، نه صفحه 48 که شما داری میخونی. بعد شما میگی فقط نقل قول کرده ردش نکرده. خب وقتی رد نمیکنه داره تاییدش میکنه. این اولا. دوما شما میگه آقا این نقل قول خود، چرا در جای دیگه میگه از سید خمینی و 2 سید صدر فتوا بگیرید تقلید بکنید؟ این باز شد ولایت فقیه. این هم جواب واقعا ابهامی موند تو این سوال. میگه از سید خمینی و 2 سید صدر فتوا بگیرید تقلید بکنید. و این دیگه روشنه. ولایت فقیه اصل امامت احمد بصری گفته. اصل امامت اینه که از سید خمینی 2 سید صدر تقلید بکنی. و جواب این سوال ما رو بده. اول دلیل عقلی نمیدونم از کجا دلیل عقلی آورد واقعا. چرا دلیل نقلی نداریم واسه 12 قرن سفیر امام مهدی؟ امام مهدی نباید بیاد بگه آقا من 12 قرن فعلا سفیر دارم. شاید حالا نمیدونم چند 100 سال دیگه غیبت ادامه پیدا بکنه، ان شاءالله بیشتر از این ادامه پیدا نکنه، ولی اگر ادامه پیدا کرد ما قرار مثلا 2-3 هزار سال سفیر داشته باشیم، منتها این مردم سفیر رو نشناسن. واقعا خب حکمت ارسال این سفیر چیه؟ و از کجا واقعا نطق به غیب کردید که سفیر وجود داره ولی ما نمیشناسیم؟ اسم یکی از اونا رو چرا به من نمیگی؟ واقعا چرا به من نمیگی؟ از کجا فهمیدی اینا وجود دارن؟ امام مهدی چرا نگفته من سفیر دارم؟ احمد بصری اینو رو جواب بده. احمد بصری گفته آقا ما 12 امام داریم، فقط اینا تشریع میکنن. هر کس بیاد بگه من غیر از اینها تشریع میکنم، این ادعای خداوندی کرده. احمد بصری پس ادعای خداوندی کرده و میگه باید اون رو بپرستید، هر چند به صراحت اینو نگفته باشه. حالا کار ندارم، من بعدا ثابت میکنم که احمد بصری به صراحت اینو گفته. ولی احمد بصری وصی 13 نزد شما، امام 13 نزد شما، تشریع میکنه، ناسخ و منسوخ رو تفسیر میکنه. اینا همش دیگه تشریعه، اینا همش حاکمیته. آقا حاکم 13 ادعای خداوندی کرده، چرا جواب این سوال رو نمیدی؟ در مورد درس خوندن توی حوزم صحبت کرده که این آقا نمیدونم شما میگید ببینید در کتاب پاسخهای روشنگر این جناب به کسی که ادعای حاکمیت کرده میگن الان حاکمیت دست اونه. شما ببینید همچین آدمی میتونه حاکمیت دستش باشه یا نه؟ میتونه امام 13 باشه و حاکمیت دستش باشه یا نه؟
پاسخهای روشنگر بر بستر امواج، جلد اول، نوشته سید احمد الحسن، صفحه 43. در بصره در عراق به دنیا آمده است. فارغ التحصیل، دانشکده مهندسی شهرسازی است. مهندس شهرسازیه ایشون. در حوزه علمی نجف اشرف درس خوانده است. عجیبه. امام 13 توی حوزه علم، خب اساتیدش می اومدن امام می شدن، اساتیدش ازش بهترن، می اومدن امام می شدن. واقعا ما شاگرد پیروی بکنیم، استاد رو ول بکنیم، اصلا بی‌انصافیه به نظر من. بعد واسه چی واقعا رفته مهندسی شهرسازی خونده این آقا؟ الان کار میکنه؟ واقعا این سوال منه. اگه کار نمیکنه پس چرا رفته مهندس شده؟ خب اینا واقعا دغدغه‌ایه که شما باید جواب این سوالات رو بدید که این جناب کسی که حاکمیت داره چرا این کارا رو میکنه. ادعای خداوندی، مهندسی شهرسازی، درس خوندن توی حوزه علمیه و ولایت فقیه اصل امامت است. بفرمایید. ببخشید. بازم رفتید توی حاشیه و شاخه ها. خب ببخشید همین اول بگم، ببخشید معذرت میخوام، همین اول بگم اینا صحبت‌های امامته، هیچ کدومش حاشیه نیست. بفرمایید. ببین ما اصلا در مورد احمد الحسن تو این جلسه صحبتی نداریم. ما در مورد حاکمیت خدا قرار شد اول به جنبندی برسیم. اول شما بپذیر که حاکمیت برای خداست و غیر از خدا هیچ کس حق نداره حاکم تعیین بکنه. بعد میریم ببینیم اگر احمد الحسن حرف دیگه ای زده، مثلا گفته ولایت فقیه حق داره حاکمیت کنه، میفهم که احمد الحسن باطله. اگر احمد الحسن همچین حرفی زده باشه، خب که من به شما گفتم در کتاب سرگردانی ایشون میگه اگر نائب خاص نباشد ولی فقیه بیاد حکومت بکنه. مثل اینه که کسی بگه اگر زمین از حجت خدا خالی شد سقیفه بیاد حکومت کنه، شورا بیاد حکومت بکنه. خب این شرط اصلا محقق نمی شود، مشروط هم محقق نمیشه. وقتی شرط نباشه مشروط هم نیست. ایشون مطلقا نگفته که ولی فقیه باید حکومت بکنه، شرط براش گذاشته، شرطی که هیچ وقت محقق نمیشه. گفته اگر امام زمان ما رو رها کرده بود و هیچ کس هم نذاشته بود، همونطوری ول کرده بود، شیعیان رفته بود، هیچ کس هم بالا سر براشون نذاشته بود، اون موقع خب شیعیان باید خودشون بگردن مثلا یکی که فکر میکنه اصلا بهتره رو بذارن به عنوان حاکم. خب پس این شرط هیچ وقت محقق نمیشه، چون امام زمان شیعیان رو ول نکرده. امام زمان افرادی رو گذاشته، اگرچه شیعیان به خاطر اینکه شیعیان از اونها اطاعت نمی‌کردند صامت بودن این افراد. بله شما توی این تشرفات زیاد داریم، برید بخونید دیگه. میگه فلانی اومد مثلا از سمت امام زمان به من یه خبری داد، خب فلانی با امام زمان مثلا سرباز امام زمان، افراد من نمیخوام اصلا وارد این داستان ها بشم ولی هست دیگه. من نمیخوام اصلا شما چه بحث می‌کنید تو بحث تاریخی، من عقلا برات اثبات کردم. من حرفم اینه حاکم جامعه رو باید خدا تعیین بکنه. حاکم جامعه رو باید خدا تعیین بکنه، غیر از خدا هیچ کس، چه شورا، چه شورای علما، چه شورای ابوذر و عمار و مقداد، این بهترین انسان هم نمیتونن حاکم تعیین کنن. فقط خدا حق داره حاکم تعیین بکنه. حالا اشکال من به شما اینه که اگر حاکمیت خدا رو بخوای بپذیری باید ولایت فقیه رو بذاری کنار. و من دوست دارم در مورد این جواب بدی که آیا بهترین انسان رو خدا نمیشناسه و اگر بهترین انسان رو خدا میشناسه چرا خدا تعیین نکرد؟ چرا امام زمان نیومده برای جمهوری اسلامی کسی رو تعیین بکنه؟ چرا امام زمان نیومده برای جمهوری اسلامی یک رهبر تعیین بکنه؟ با اینکه ما به شدت به اون علم امام زمان نیاز داریم. یعنی امام زمان در حد یک جمله نمیخواد به جمهوری اسلامی کمک بکنه، یک جمله میومد میگفت فلانی حاکمی که من برای شما تعیین میکنم، فلانی رهبر شماست. خب اگر این کارو میکرد امام زمان خیلی از مشکلات این کشور حل میشد. چرا امام زمان این کارو نکرده؟ بفرمایید. من در خدمت. ممنونم. فقط کامنتار رو ببندید بی زحمت چون روی تصویر منه. شما فرمودید که ولایت، اگه احمد الحسن بیاد بگه ولایت فقیه وجود داره پس احمد الحسن باطله و بنده برای شما ثابت کردم که ایشون به ولایت فقیه
تصریح میکنه، میگه اصل امامته. بعد در جای دیگه میگه از سید خمینی و دو سید صدر تقلید بکنید. پس احمدالحسن باطل نتیجه میگیریم. چرا نمیاد رهبر تعیین بکنه؟ چون وقتی ولایت فقیه از نظر احمدالحسن اصل امامته، پس چرا بیاد تعیین بکنه؟ من یه بار دیگه این رو واسه شما بخونم. صفحه 50 کتاب سرگردان. و در احادیث بسیار تأکید می کند. ببین در احادیث بسیار تأکید می کند که امام علی خدای بر مردم، البته حرف ایشونه، و برای امام یک حاکمیت مطلق بر همگان است. امام بر همگان، امام مثل امام علی علیه السلام حاکمیت مطلق داره. ببین بحث در مورد حاکمیت. الان میرسیم به حاکمیت فقیه که از طرف خداوند متعال تعیین شده. این امام که امام علی علیه السلام باشه حاکمیت مطلق داره و از سمت خداوند تعیین شده و این ولایت اصل مذهب است که بر این اصل مذهب بنا گذارده شده و یکی از فروع ولایت امام ولایت فقیه واجد شرایط بر فتوا می باشد. این رو احمدالحسن در کتاب سرگردان صفحه 50 گفته. این رو یه دور بخون، توی گفتگوی بعدی انشالله جواب من رو بده. این رو من از شما درخواست میکنم که این همه کتاب رو لازم نیست بخونی، فقط این مطلب رو بخون و این مطلب رو باز هم بخون که میگه بین فتاوای سید خمینی و دو سید صدر احتیاط بکنید. آقا 12 قرن سفیر بوده شما میگی، اگرچه سفیرشو واسه ما معرفی نکردی. بعد خود احمدالحسن اومده گفته من امام 13ام، سفیرم، نایب خاصم، خودم مهدیم، خودم قائمم. آخرش میگه بیاد از فقها فتوا بگیرید. یعنی 12 قرن سفیر رو به علاوه احمد بصری و 11 مهدی دیگه نتیجهش میشه سید خمینی و دو سید صدر. یعنی نتیجه اینه واقعا. خیلی خب، پس نتیجه میگیریم چرا امام مهدی حاکم تعیین نمیکنه واسه جمهوری اسلامی؟ چون 12 قرن سید خمینی از اینا بهتر بوده. سید خمینی و دو سید صدر بهتر از 12 قرن سفیر بودن. این خلاصه حرف شماست و جمع‌بندیه. در کتاب سلیم ابن قیس هلالی، یه دقیقه دیگه وقت دارم، در کتاب سلیم ابن قیس هلالی در مورد حاکمیت صحبت میکنه، در وصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. وقتی خواستن ایشون وصیت بکنن که نذاشتن پیامبر وصیت بکنه توسط عمر، گفت انه لیهجر و نذارید حسبنا کتاب الله، نذارید پیامبر وصیت بکنه. بعد پیامبر اکرم اینا رو انداختن بیرون، گفتن الان میخوام وصیت بنویسم، میخوام حاکمیت رو معرفی بکنم که دست کیه. فاتا بها، پیامبر میگفت، املا میکرد به اصطلاح و امام علی مینوشت فاتا بها فاملا علیه اسماء الائمه الهدات من بعده رجلا و علی یخط بیده. پیامبر وصیت میکرد و وصیت وفات پیامبر، شهادت پیامبر. وقال انی اشهدکم ان اخی و وزیری و وارثی و خلیفتی فی امتی علی بن ابی طالب. اوصیای من توی وصیت پیامبر، اوصیای من امام علی، ثم الحسن ثم الحسین ثم من بعدهم 9 من ولد الحسین. اوصیای پس از من امام علی و امام حسن و امام حسین و 9 تا از فرزندان امام حسین. آقا این وصیت پیامبر، این حاکمیت پس از پیامبر دست این 12 نفره. بفرمایید، وقتم شد. البته من یکم از وقتم میگذره، چند دفعه دیگه ببخشید چون به آخر کلام نرسیدم. شما اگه میخواید اضافه صحبت بکنید اشکال نداره. من 2-3 دقیقه بیشتر به شما وقت میدیم. شما این پارت رو صحبت بکنید به مدت 5-6 دقیقه و بنده پارت آخر رو صحبت میکنم و تموم میشه، چون تقریبا الان 1 ساعت و ربع اینطوریا شد که ما داریم صحبت میکنیم.
حالا چون میخوایم اگر بشه اینو منتشرش کنیم، قبلی ها که نشد سیوش کنیم، اینو میخوایم سیو کنیم، اگر بنده ضبط کردم و انشالله برای شما میفرستم. خیلی طولانی میشه، مشکل میشه. خب بفرمایید. 6 دقیقه برای شما. 6 دقیقه خوبه؟ بفرمایید. ببین بزرگوار، ببین شما میگید چون احمد الحسن گفته که چون از نظر احمد الحسن ولی فقیه باید حکومت بکنه، پس به همین دلیل امام زمان نیومده حاکم تعیین بکنه. خب میگم اول احمد الحسن هیچ وقت همچین حرفی نزده. بابا برید تو کتاب سرگردانی خودتون بخونید. خب میگه برخی روایت کرده اند که اون راویان حدیث که در امام زمان فرموده که به راویان حدیث مراجعه بکنید، برخی چنین برداشت شده که در واقع همون رهبران امت اسلامیه، یعنی برخی تفسیر کردن که همون فقهای عادلن. خب نظر خودش سید احمد الحسن نمیگه که، میگه برخی چنین برداشت کردن یا برخی تفسیر کردن که منظور فقهان، راویان حدیث منظور فقهان. و سید احمد الحسن میگن در این کتاب، چون این کتاب رو در 3 سال دعوت مخفیانه خودش، در 3 سالی که زمینه سازی میکرده، در 3 سالی که هنوز حرفاشو علنی نکرده، دعوتشو عقیدهشو علنی نکرده، اون 3 سالی که تو حوزه علمیه بوده این کتابو نوشته. پس در این کتاب اصلا سید احمد الحسن بنا نداشته همه حقیقت رو بگه، اما بازم اینجا تایید نکرده که ولی فقیه باید حکومت بکنه. گفته برخی تفسیر کردن که باید راوی حدیث همون فقیه، در حالی که شما تو همون حدیث فجائل روات حدیث اینا که مراجعه بکنی، در ادامه همون حدیث امام زمان میگه اما مثلا محمد بن عثمان بن سعید اینا راویان حدیث منه، این نواب خاص رو نام میبره. یه چند خط بعدترش میگه من خمس رو بر شما حلال کردم، خمس نمیخواد بدید شیعیان تا روز ظهر. خب و باید جواب بدن علما که به چه دلیل خمس گرفتن. همون حدیثی که میارم برای اثبات مرجعیت، همون حدیث گفته نباید خمس بگیرید. این از سید احمد الحسن. بعد میاد حرف شیخ عبدالکریم زنجانی رو میاره و حرف سید عبدالعلی سبزواری در مورد ولایت فقیه و هیچ نظری نمیده، ایشون تایید نمیکنه، اما یک شرط میذاره، میگه اگر نایب خاص نبود ولی فقیه بیاد حکومت کنه. اما بعدن ایشون میاد در تدریس اکمال الدین توضیح میده، میگه نایب خاص در طول این 12 قرن بوده، نایب خاص در طول این 12 قرن بوده، یعنی امام زمان در طول این 12 قرن غیبت افرادی رو تعیین کرده برای اینکه زمین از حجت خدا خالی نشه. چرا؟ چون ما معتقدیم امام مهدی مثل عیسی مسیح مرفوعه. امام مهدی در زمان غیبت همون جای زندگی میکنه که عیسی مسیح اونجا زندگی میکنه، مرفوعه. و چون عیسی مسیح مرفوعه، اوصیایی برای خودش گذاشته بود روی زمین. اولیش همون شمعون پتروس بود، اولین وصیه عیسی مسیح. و اینا یه مدتی مثلا فرض کن 300-400 سال اوصیای عیسی مسیح مأمور به دعوت علنی بودن. بعد که دیدن آقا مردم اصلا هیچ اعتنایی ندارن به حجتای خدا، اوصیای عیسی مسیح صامت شدن. یه 200 سالی اوصیای عیسی مسیح صامت بودن، یعنی مأمور به دعوت علنی نبودن، اما حضور داشتن روی زمین، چون زمین نباید از حجت خدا خالی بشه. به خاطر اتمام حجت اوصیای امام مهدی توی این 12 قرن، سفرای امام مهدی توی این 12 قرن حضور داشتن به خاطر اتمام حجت بر شیعیان. اما چون شیعیان اصلا به امام زمان کاری نداشتن و رفته بودن سمت طواغیت و از طواغیت اطاعت می‌کردن، امام زمان به این سفرای خودش، با کسایی که با خودش ارتباط داشتن، دستور نداده بود که برید دعوت کنید ما بقیه مردمو. خب این از این مسئله ساده است. شما هی برمیگردی روی پله اول. من برای شما توضیح دادم، میگه سید احمد الحسن ولایت فقیه تایید نکرده، گفته شرطش اینه نایب خاص نباشه. در ادامه سید احمد الحسن اومده گفته نایب خاص همیشه این 12 قرن بوده. باز من از شما سوالمو میپرسم، آقا حسن احمد الحسن رو ولش کن، نظر احمد الحسن در مورد ولایت فقیه رو ولش کن، قبول کرده یا قبول نکرده اونو ولش کن.
خودت جواب این سوالا بده. چرا امام زمان برای جمهوری اسلامی رهبر تعیین نمی‌کنه؟ نظر خودت چیه؟ بابا خودتون جواب بدید. مگر امام زمان براش مهم نیست؟ شیعیان این همه قیام کردن، حکومت تشکیل دادن، نمیدونم شهید دادن، این همه زحمت کشیدن، مثلا حکومت تشکیل. امام زمان نمیخواد بیاد یک قدم برداره، یک حاکم براشون تعیین بکنه؟ بیاد یک در جمع دقیقه وقت علما و دارید خبرگان و بگه ای علما، ای شیعیان، از این به بعد فلانی گزینه اسلحه، از اون اطاعت بکن. چرا امام زمان سال 57 این کار نکرد؟ چرا تو طول این 40-50 سال حکومت جمهوری اسلامی نیومده برای جمهوری اسلامی اندازه یک جمله کمک کنه؟ یک جمله میومد براشون رهبر تعیین میکرد. یا باید بگیم مشکل از امام زمانه، یا باید بگیم مشکل از شیعیان و خبرگان و علما و جمهوری اسلامی که از امام زمان نخواهند پذیرفت. اگر امام زمان میومد براشون کسی رو تعیین میکرد، اونها از امام زمان نمیپذیرفتن. خب و چون از امام زمان را احتمالاً تکذیب میکردن و به همین دلیل امام زمان نیومده براشون کسی رو تعیین بکنه. بفهم. خسته نباشید. بنده توی پارت آخر مناظره یه جنبندی بکنم انشالله. ایشون فرمودن که توی کتاب سرگردانی خودتون برید بخونید. خواهش میکنم واقعا برید بخونید. بنده هم استوری میکنم حرف احمدالحسن رو که گفته ولایت فقیه اصل امامته و بعد گفته این حرف رو آورده نظری نداده. خب اگه باطله چرا نظری نداده؟ اصلا این کتاب به کنار، کتاب سرگردان به کنار. یه بیان از احمدالحسن واسط خوندم که میگه از این علما، از 3 علمای تغییر بکنید، سید خمینی و 2 سید صدر. جواب این سوالات ما رو ندادی. گفتی کلیپ خودت رو پخش کردم، الانم شما چندین بار گفتی که 12 قرن سفیر داشتیم کسی اینا رو نمیشناخته. شما از کجا اینا رو شناختی پس؟ اسم یکی از اینا رو به ما بگو. تعارض با نامه امام زمان به سماری که گفته فجمع امرک ولا توصی الی احد. آقا به کسی وصیت نکن، بعد از تو سفیری وجود نداره. جناب عالی میای میگی که 12 قرن سفیر داشتیم. خب اسم یکی از اینا رو به من بگو. بعد امام مهدی چرا میگه پشیمون شده؟ بعد اول گفته وصیت نکن، بعد پشیمون شده اومده اصلاحیه زده، ادیت کرده. مگه میشه؟ من چی بگم واقعا؟ صحبتایی که شد من نمیدونم، مثلا واقعا سوالی موند که جواب ندادم به شما و سوالی موند که شما به من جواب دادی. این حرفی که میگی 12 قرن سفیر وجود داشت واقعا حرف خطرناکیه. من به شما از شما میخوام یک تأملی در مورد این حرفاتون بکنید. توقیع سماری رو یه جا بذارید. نمیدونم حرفای خود احمدالحسن رو که گفته ولایت فقیه اصل مذهبه و اصل امامته، این رو هم بیارید و قضیه 12 قرن سفیر رو اینا رو کنار هم بذارید. چطور میشه ما 12 قرن سفیر داشته باشیم آخرش بیایم از سید خمینی، از 2 سید صدر تقلید بکنیم؟ خب چرا یکی از سفرا رو اصلا نمیدونم یک کتابی چیزی ازش بیار بگو از این تقلید بکنید؟ اینا که باطلن. چرا به ما دستور میده؟ میگه فانی ارشد المسلمین بالاحتیاط من فتاوی 3 علما، به احتیاط به از 3 عالم، سید خمینی 2 سید صدر. اینا اگه گمراهن، اگه دین رو به قول شما دزدیدن، اگه حاکمیت خدا رو واسه خودشون آوردن، چرا احمدالحسن دستور میده که از اینا تقلید بکنید؟ اینا باطلن. شما میگید باطلن، چرا تقلید بکنیم ازشون؟ یعنی دستور به تقلید از باطل میده؟ واقعا عجیبه. من برای شما خوندم احمدالحسن توی حوزه علمی درس خونده بس نمیتونه صاحب حاکمیت باشه. احمدالحسن مهندس شهرسازی توی دانشگاه درس خونده، نمیتونه حاکم 13 باشه. احمدالحسن میگه هر کس ادعای حاکمیت بکنه ادعای خداوندی کرده و باید اون رو بپرستن. احمدالحسن ادعای تشریع کرده، ادعای حاکمیت کرده و شما دارید اون رو میپرستید. هیچ کدوم از اینا رو به من جواب ندادی. احمدالحسن میگه امام مفترض الطاعت من الله، در مورد خودش میگه. علاءالسالم میگه
الثالث عشر من الاربع والعشرین، 13مین از 24 امام. اینا رو واقعا خوندید. واقعا عقیده من اینه که هر کس از پیروان احمدالحسن یک دور اصول کافی رو میخوند واقعا به این دعوت ایمان نمی آورد. واقعا این رو از ته قلبم میگم. اعتقاد دارم که هیچ کس از شما یک دور اصول کافی نخونده. اگر خونده بودید ایمان نمی آورد به احمدالحسن. صحبتهای من تموم شده دیگه. اگه میخواید کامنت ها رو باز کنید، شاید کسی کامنتی چیز داشته باشه جواب بدید. شما جواب بدید. اگه اجازه بدیم یه 2 تا پارت دیگه ادامه بدیم، چون من شاید اون حالا چون میخوام اینو نشرش بدم دیگه، اینو میخوام سیوش بکنم. آخه سوالاتی که داری میپرسید تکراریه و من همه اینا رو جواب دادم. یه تکرار و مکررات فایده نداره. بنده ضبط کردم واسه شما، یه آیدی تلگرام بفرستید، همین ضبطمو واسه شما میفرستم و همینو نشر بدید. آپلود کردن اون فایل طولانی توی اینستاگرام سخته. خب حالا که اینجا حضور داری مصنف زنده است، همین الان ادامه بدیم. من میخوام یه 2 تا از این مطالبی که گفتی جواب بدم بهشون. بفرما. شما 3 دقیقه صحبت کن، منم 2 دقیقه صحبت میکنم، جمع بشه بره. همین 2 پارت آخر بفرمایید. 3 دقیقه بفرمایید. ببین نظم این که شما میگی که سید احمدالحسن گفته که از اون مرجع تقلید بکنید، من اینا در هیچ بیانیه رسمی که سید احمدالحسن منتشر شده ندیدم. خب بیانیه که الان تو سایت رسمیشون موجود باشه دانلود بکنیم و به من نشون بدی، یا در کتاب‌هایی که از انتشاراتشون منتشر شده، من ندیدم. من اصلا اینو دارم از شما می‌پرسم. خب بیان العمل بالاحتیاط، یک بیانی دارم به نام العمل بالاحتیاط، اینو رو مراجعه بکنید پیداش بکنید. توی المکتب الیمانیه هم هست. از کجا این آوردی؟ بیانیه رو از کجا آوردی؟ المکتب الیمانیه، شما دنبال بیان العمل بالاحتیاط بگردید پیداش میکنید. المکتب الیمانیه رو دارید؟ کتابخونه خودتون. بله کتابخونه خودتونه به اسم المکتب الیمانیه. من رو روی سیستم دارم. بله رسمیه. کن شما چیز غیر رسمی ندارید، هر چی اومده از مکتب اومد. نه تلگرامی من رسمی نیست. نه کانال تلگرامی نیست. المکتب الیمانی یک کتابخونه دیجیتال روی سیستمه که از مکتب نجف صادر شده و توی این بیان شما دنبال بیان العمل بالاحتیاط توی سایت بگردید پیداش میکنید. توی سایت رسمیتون توی سایت هم چیزی موجود نداره. من تا حالا به هر حال ما از این کتابخونه‌تون این اسکن رو داریم. حالا باشه، من 10 سال تو این دعوتم، این بیانیه رو ندیدم. شما کتاب سرگردان رو هم ندیده بودی. کتاب کتاب گوساله رو هم ندیدی، صفحه 41 و صفحه 42. شما همه اینا رو ندیدی متاسفانه. من اونها رو برای شما توضیح دادم. این کتاب تدریسش جواب ندادی. این که احمدالحسن ادعای تشریع کرده و بعد خودش میگه هر کسی ادعای تشریع بکنه خداست و باید پرستیده بشه، این رو جواب ندادی. سید احمدالحسن حکم امام مهدی بیان میکنه. خب سید احمدالحسن از خودش تشریع نمیکنه. بله. حکم امام مهدی بیان فرستاده امام مهدیه. خیلی خوب. پس امام مهدی گفته که 12 امام داریم، غیر از اینها میشه خدا. هر کس بگه من امام اسلام گفته من خودم. امام مهدی اینو گفته، منم قبول دارم. سید احمدالحسن نگفته همچین حرفی. سید کتاب گوساله جلد 1 نوشته سید احمدالحسن صفحه 41 و صفحه 42 رو بخونید. من استوری میکنم همه اینا ان شاء الله. عزیز من بهت گفتم اگر شما این مطلب رو دقت بکنید مسئله حل میشه. بخونم واسهتون. من خیلی خوب، خیلی هم عالی. از امام مهدی شرح میده. امام مهدی گفته 12 امام داریم، غیر از این 12 امام هر کس بیاد بگه من حاکمیت دارم تشریع دارم، این ادعای خداوندی کرده. خیلی هم عالی. دست امام مهدی. بله امام مهدی نگفته. کلام احمدالحسن رو دارم واسط میخونم. الان واسط میخونم. بخون. کتاب گوساله صفحه 41
بر مسلمانان واجب است که به جانشینان 12گانه حضرت محمد ایمان داشته باشد و تمامی اخبار صحیحی که از ایشان رسیده است را پذیرا باشد. همچنین مسلمان باید ایمان داشته باشد که جانشین 12 از اوصیا حضرت محمد امام محمد ابن الحسن مهدی است. 12 امام داریم، وصی 12 کیه؟ امام مهدی است. در صفحه بعدش ادامه حرفش میگه و هر کسی غیر از آن معصومانی که تازه در موردش صحبت کرد که از سوی خداوند سخن میگویند از جانب خود تشریعی وضع یا تغییری ایجاد بکند، غیر از اون 12 معصوم، یا نسخی آورد یا زیادتی در شریعت انجام دهد، در واقع مدعی است که او خداوندگار است و خلایق باید او را بپرستند. غیر از 12 امام هر کس تشریع بکنه گفته من خداوندم و بر خلایق است که او را بپرستند. بله؟ ببین هر کس از جانب خود حکمی بیاره. غیر از 12 امام، بله، غیر از 12 امام هر کی از جانب خود چیزی بیاره این ادعای خداوندی کرده. بله، غیر از این 12 امام، غیر از این 12 امام احمد حسن غیر از این 12 امام هست یا نیست؟ احمد الحسن غیرش، اما از جانب خودش نیورده. از جانب امام مهدی داره حکم بیان میکنه، از جانب خودش حکم نمیگه. حکم امام مهدی و شرایع الاسلام. خب هیچ، اگه اینطور ما فقط یه حاکمیت داریم، برایش گفته 12 داریم، چون حکم امام حسن از امام علیه، حکم امام علی هم از پیامبره، کلا حاکمیت یکیست. برایش اومده خیلی خوب. پس اگه این حرف درسته، احمد حسن شد کسی که حاکمیتش خداوندیه، داریم که من خدا هستم چون تشریع میکنه. درسته. بله این درسته، این حرف درسته. ببین شبهاتی که داری وارد میکنی مثل شبهات وهابیت خیلی کم عمقه. خب میشه جواب یکی از این کم عمق‌های ما رو بدی؟ ببین اصلا من الان از یک سوال پرسیدم که شما اصلا از دایره تشیع خارج شدی رفتی؟ شما هم از دایره تشیع خارج شدی، داری احمدالحسن رو عبادت میکنی. دوستان عزیز، احمدالحسن در جای دیگه گفته من رب الارباب هستم، من خدای خدایان هستم، من بله دروغ میگی. بنده در گفتگوی دومی یه لحظه در گفتگوی دومی که با شما خواهیم داشت انشالله برای شما ثابت میکنم که احمد بصری ادعای خدایی کرده که الان از اینجا ثابت کردم واسه شما و شما میگی که شبهاتی که داری میگی خیلی کم عمق مثل شبهات وهابیت. یه دونه از این شبهات کم عمق ما رو اگه میشد جواب میدادی تا الان. ما چقدر شد؟ شما حرفات دوست عزیز آقای رضایی لطفاً حرفات شما کامل بکنید توی 2-3 دقیقه دیگه و بنده یک پارت 2 دقیقه صحبت بکنم و تموم. چرا امام زمان برای جمهوری اسلامی رهبر تعیین نکرده؟ خیلی مسئله مهمیه. آقا اصلا فرض کن احمد الحسن یه مدعی دروغین باطل. خب اصلا احمد الحسن فرض کن یه مدعی دروغینه. تو الان جواب شیعیان رو بپرس. شیعه داره از شما سوال میپرسه که آیا این حکومت مورد تایید امام زمان هست یا نه؟ اگر مورد تایید امام زمان چرا امام زمان نیامده براش یک حاکم تعیین کنه؟ از اون قانون اساسی یه خطش چرا امام زمان ننوشت؟ اون قانون اساسی چرا یک خطش امام زمان ننوشت؟ در حد یک خط به حکومت چرا کمک نکرده؟ اگر اینا زمین سازان امام، اگر این حکومت امام، اگر این آقا ولی امر مسلمینه، خب چرا امام زمان نیامده بین خبرگان یک رهبر براش تعیین بکنه؟ حالا باز میگه احمد الحسن گفته که ولایت فقیه مثلا. احمد الحسن جوابتو بهت دادم، گفتم داره میگه اگر نائب خاص نباشد ولی فقیه بیاد حکومت کنه. مثل اینه که یه نفر بیاد بگه اگر پیامبر کسی خلیفه‌ای برای خودش تعیین نکرده بود، سقیفه بره شورا تشکیل بده، حاکم تعیین کنه. اگر پیامبر حاکمی تعیین نکرده بود، میدونیم که این شرط محقق نشده، پس مشروط هم محقق نمیشود. پیامبر حاکم تعیین کرده، امام زمان هم در طول این 12 قرن افرادی رو گذاشته، ولی اینکه اینا قریب بودن به من. خب اگر این کارو نکنه امام زمان، اگر میگه آقا دلیل چیه که سفیر داشت امام زمان؟ دلیلم اینه اگر این کار امام زمان نمیکرد، امام زمان ظالمه.
شما میگه امام زمان این کارو نکرده، همینطور رها کرده شیعیان رفته. اون امام زمان ظالمه. اون دین دیگه کامل نیست. مگه قرآن نمیگه الیوم اکملت لکم دینکم؟ دینی که رها شده دست مجتهدین دیگه اون دین ناقصه. دینی که توش اختلاف مجتهدین هست اون دین ناقص. دینی که از اجتهاد یعنی زن و گمان. تایم رو به من بگید. درس خوندید یا نه؟ اجتهاد یعنی ظنون. خودشون میگن ظنون معتبره. 1 دقیقه وقت دارید. دینی که دست مجتهدین رها شده، دینی که دست ظنون رها شده، اون دین دیگه کامل. اون قرآن میگه آیه اکملت لکم دینکم یعنی چرت. اون امام زمانی که شیعیان رو رها کنه بره و کسی رو بالا سرشون نذاره، ولی اینکه شیعیان نخوانه از روی اطاعت بکنه، امام زمان برش واجبه که یک نفر رو بگذاره توی این 12 قرن. تو هر زمانی یکی باید بذاره، وگرنه امام زمان ظالمه. الان من سوالم از شما اینه چرا امام زمان برای این جمهوری اسلامی رهبر تعیین نکرد؟ یک کلام. خیلی خوب. یک ساعت دارم با شما صحبت می‌کنم، جواب این سوالا در حد 2 جمله. ما 1 ساعت و 20 دقیقه است که داریم صحبت می‌کنیم. صحبتتون تموم شد؟ از من خواستی که جواب میدم. از من خواستی که به شیعه جواب بدم چرا امام مهدی حاکم تعیین نمیکنه برای جمهوری اسلامی. من جمهوری اسلامی 46-7 ساله که سر کاره و قبلش هم تعیین نکرده، چون شیعه عزیز بدون که امام عصر در غیبته و در دوران غیبت دلیلی جواب این سوالو بعد بدم. حالا امام عصر علیه السلام در غیبته و دلیلی نداریم که در دوران غیبت حاکمی تعیین بکنن. این آقا چی گفت؟ گفت اگر امام عصر علیه السلام در این 12 قرنی که در غیبت بود سفیری نداشته باشه ظالمه. واقعا من نمیدونم چطور در مورد امام مهدی این صحبت ها انجام میشه. امام مهدی خودش گفته به سموری، به آخرین نایب خودشون گفت فجمع امرک ولا توصی الى احد، به هیچ کس وصیت نکن، تو 6 روز دیگه میمیری، بر کسی بعد از خودت وصیت نکن که نایب خاص بعد از تو باشه. علنی میفرستی. اصلا اگه همش سری بوده شما از کجا فهمیدی سفیر داشته؟ چرا اسم یکی از سفراشو بلد نیستی؟ خب از کجا فهمیدی؟ اگه صامتن از کجا فهمیدی وجود دارن؟ اگه صامتن دلیل نقلی امام مهدی نگفته که ما کلا سفیر اینا نداریم، شما از دلیل عقلی فهمیدی. دلیل نقلی ها چیکار کنیم؟ اون خب در ارتباط اینا سفیرن؟ ارتباط شد سفیر؟ ارتباط یعنی از او حکمش رو میگیره. نه، کی گفته ارتباط یعنی حکمش رو میگیره؟ شما با هر کسی ارتباط داشته باشی ازش حکم میگیری؟ برادر اینطور نمیشه. واقعا عقیده رو اینطور نمیشه برداشت کرد. من یک درخواست، نه واقعا من نمیگم نستیم، صحبت آخرم انشالله، واقعا یک درخواست برادران از شما میکنم، شما یک مروری به این صحبت 1 ساعت و 30 دقیقه ما بکنید، سوالاتش رو در بیارید، اصلا توی خصوصی پاسخ من رو بدید، بذارید در مورد اینها مثل سفرا به صورت سری صحبت بکنیم. خیلی خوب، مشکل نیست. واقعا این سوالات رو میخوام دغدغتون باشه، بعد حرفای امامت بیشتر. یک نصیحت برادران است، واقعا خارج از مناظره و گفتگوه. من دیگه تا همینجا خداحافظی میکنم. خیلی ممنون. نه آخه دیگه واقعا خسته شدم از بس سوال تکراری جواب دادم. اگه سوال باشه دوستان عزیز که این مناظره رو مشاهده میکنید، جناب رضایی، دوستان عزیز که این مناظره رو مشاهده میکنید، جناب رضایی احتمالاً ناقص توی پیج بارگذاری میکنن، بنده کاملش رو انشالله بارگذاری میکنم. از پیج من ببینید که آیا من جواب دارم یا ندارم واقعا طبق چیزی که ایشون میگه. خیلی ممنون. الان یه سوال جواب بده برو. بفرمایید. چرا امام زمان غایب شد؟
در این ادله مختلف داره، 3 تا دلیل داره. در جای گفته خوف قتل، در جای گفته مصلحت، در جای یه چیز دیگه گفته. سبب غیبت برای ما، یه لحظه گوش کن، سبب اصلی غیبت برای ما کشف نشده. من خداحافظی میکنم از محضر شما. انشالله گفتگوی بعدی در مورد شما برو، اما من این خوف قتل رو توضیح میدم برای مخاطب. خیلی خوب. انشالله در مورد جناب رضایی انشالله در مورد آقای رضایی انشالله در مورد گفتگوی بعدی که به ما وعده دادید انشالله صحبت میکنیم، وقتش رو تعیین میکنیم. شما تا این سوال جواب ندید منم گفتگوی بعدی همین سوال. خیلی خوب، در گفتگوی بعدی انشالله این سوال شما رو جواب میدیم. با اجازه. باش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب مناظره رو دیدید، بارها سوالاتش رو جواب دادم و سوالات واقعا آسونی، سوالات بدیهی که ازش پرسیدم رو نمیتونست جواب بده این بنده خدا. حالا خودش که گفته بریم گفتگوی دوم، البته منم مشکلی ندارم میریم گفتگوی دوم، اصلا هر موضوعی که خودش بخواد. اما چیزی که خواستیم ثابت بکنیم، این آقا هی پی در پی کلیپ ضبط میکنه توی پیج خودش، منتها توی مناظره وضعشون اینه. واقعا اینا به خاطر همین از مناظره با ما فراری هن. وگرنه اینکه کلیپ ضبط بکنن فکر بکنن خبریه، نه واقعا خبری نیست. اینا یک سوال از سوالات ما رو نمیتونن جواب بدن. خیلی ممنون که حوصلتون سر رفت از پاسخهای تکراری. انشالله در مناظرات بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود. با صلوات بر محمد و آل محمد.